اهمیت داشتن وصیت‌نامه. مقاله ای از علی احمری مقدم، وکیل رسمی در استان آنتاریو. عزیزانتان از تصمیم شما برای تنظیم وصیت‌نامه و آغاز روند برنامه‌ریزی برای اموال شما سپاسگزار خواهند بود. برای بزرگسالان داشتن وصیت‌نامه معتبر برای رسیدگی به تصمیمات مهم در مورد اموال خود اهمیت زیادی دارد. وصیت‌نامه یک سند قانونی است که آخرین وصیت و خواسته فرد میباشد که خواسته های شما را در صورت فوت نشان میدهد. وصیت‌نامه شما راهنمای عزیزانتان است تا مطابق خواسته های شما عمل کنند و نداشتن آن میتواند باعث ایجاد فشار و مشکل برای اعضای خانواده شما شود. برای اطمینان از اینکه شما به طور مناسب برای اموال خود برنامه ریزی کرده اید و از عزیزان خود حمایت می کنید، تنظیم یک وصیت‌نامه معتبر ضروری است. بسیاری از افراد از تکمیل این سند حقوقی مهم به دلایلی تفره می روند و تصورات نادرستی در مورد نداشتن دارایی‌های کافی برای تنظیم وصیت‌نامه و زمان گذاشتن بر روی این کار وجود دارد. صرف نظر از میزان اموال، داشتن وصیت‌نامه معتبر برای رسیدگی به کلیه امور توزیع دارایی‌ها و همچنین رسیدگی به بدهی املاک بسیار مهم است. علاوه بر این، بسیاری دیگر آن را به تعویق انداخته و در فهرست کارهای خود می‌گذارند تا در نهایت تکمیل شود. با این حال، دلایل زیادی وجود دارد که فرد باید در تکمیل وصیت خود فوریتی داشته باشد. اگر فرزندان خردسال دارید، باید اطمینان حاصل کنید که در صورت فوت شما فرزندانتان تحت مراقبت سرپرست شما قرار می‌گیرند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم می‌گیرد که چه کسی را به عنوان سرپرست فرزندان شما تعیین کند. اگر وسایل شخصی و اموال شخصی دارید که می‌خواهید به عزیزان خود هدیه دهید، می‌توانید این کار را با استفاده از وصیت خود انجام دهید. هر گونه هدیه مالی که می‌خواهید به دوستان و اعضای خانواده خود هدیه دهید یا هدایای خیریه نیز می‌تواند در وصیت‌نامه شما تنظیم شود. خواسته های شما در مورد نحوه توزیع اموالتان در وصیت‌نامه شما خواهد بود و متولی اموال شما که باید تعیین کنید باید از این دستورالعمل‌ها پیروی کند. وصیت‌نامه معتبر در آنتاریو چیست؟ یک وصیت‌نامه معتبر در استان آنتاریو باید توسط شخصی که وصیت می‌کند امضا شود و همچنین توسط دو فرد که از وصیت‌نامه نفع یا ارث نمیبرند به عنوان شاهد امضا شود. شخصی که وصیت‌نامه را تنظیم می‌کند وصیت کننده نامیده می‌شود و این فرد باید بالای سن اکثریت در آنتاریو 18 سال و دارای عقل سالم باشد. اگرچه وصیت‌نامه‌هایی که از پیش نوشته شده وجود دارند، اما این نوع وصیت‌نامه‌های از پیش نوشته شده نیازهای برنامه‌ریزی خاص اموال افراد را در نظر نمی‌گیرند. کار با این نوع وصیت‌نامه‌های از پیش نوشته شده می‌تواند آسان و ساده به نظر برسد، اما اگر بدون کمک وکیل به اشتباه تکمیل شود، می‌تواند صدمات قابل توجهی به دارایی و وارثان شما وارد کند. اگر بدون وصیت‌نامه فوت کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ در صورت فوت و نداشتن وصیت‌نامه، فرد متوفی فاقد وصیت‌نامه تلقی می‌شود و از آنجا که وصیت‌نامه‌ای وجود ندارد، بنابراین متولی اموال هم وجود ندارد که بتواند بلافاصله اموال شما را مدیریت کند. برای تعیین متولی اموال شخص متوفی فاقد وصیت‌نامه باید مدارک لازم را به دادگاه ارائه داده و همچنین روند گواهی انحصار وراثت طولانی‌تر و پرهزینه‌تر است و املاک و اموال شما طبق قانون تقسیم خواهد شد. طبق قانون اموال شما به همسر و فرزندان شما تعلق می‌گیرد، اما اگر فرزندی ندارید، وراث بعدی شما والدین شما هستند. اگر والدین شما زنده نیستند، این اموال به خواهر و برادران شما منتقل می شود و اگر آنها هم فوت کرده اند، اموال به خواهرزاده ها و برادرزاده های شما و غیره می رسد. در نهایت، اگر هیچ یک از اقوام شما زنده نیستند، اموال شما در آنتاریو به مصادره دولت در خواهد آمد.
این اولویت بر اساس جدول خویشاوندی ایجاد شده است که به بررسی هر سطح خویشاوندی در شجره‌نامه شما می‌پردازد. با این حال اگر ازدواج رسمی نکرده اید و در یک رابطه عادی هستید، هیچ قانونی برای این شریک عادی وجود ندارد که از اموال شما ارث ببرد. این میتواند باعث شود که شما همسر عادی خود را بدون قصد از ارث محروم کنید. علاوه بر این، اگر فرزندان خردسال دارید و وصیت‌نامه‌ای ندارید که سرپرستی را تعیین کند، دادگاه تصمیم میگیرد که چه کسی را بدون نظر شما تعیین کند. این مهم است که چنین تصمیم مهمی مبنی بر اینکه چه افرادی در غیاب شما از فرزندان شما مراقبت می‌کنند به دقت توسط خودتان گرفته شود. تنظیم وصیت‌نامه معتبر می‌تواند با اشاره و پرداختن به خواسته‌های خاص شما در سند از این مسائل جلوگیری کند. اگر بعد از فوت وصیت‌نامه‌ای داشته باشید چه اتفاقی می‌افتد؟ در صورت فوت در آنتاریو با داشتن وصیت‌نامه شما متوفای وصیت‌نامه دار محسوب می‌شوید و تا زمانی که وصیت‌نامه شما طبق قانون تدوین شده باشد، تقسیم اموالتان نیز مطابق خواسته شما دنبال خواهد شد. شما همچنین می توانید با تعیین متولی اموال خود انتخاب کنید که چه کسی اموال شما را مدیریت کند. وصیت شما به متولی اموال شما اجازه می دهد تا املاکتان را مدیریت کند و دارایی‌ها را مطابق میل شما تقسیم و در اختیار بگذارد. اگرچه اموال شما هنوز در روند انحصار وراثت قرار می‌گیرد، اما این روند بسیار سریع‌تر است، زیرا اموال شما توسط متولی املاک شما اداره می‌شود. تقسیم نیز از نظر اولویت انجام می‌شود، به روشی که شما به عنوان وصیت کننده تصمیم می‌گیرید. اگر فرزندان خردسال دارید، با استفاده از وصیت‌نامه می‌توانید سرپرستی را برای مراقبت از فرزندان خود تعیین کنید. این یک تصمیم مهم برای منافع فرزندان شماست و انتخاب فردی که به او اعتماد دارید برای انجام این وظیفه بسیار مهم است. علاوه بر این، با بررسی دارایی خود با وکیلتان هنگام تدوین وصیت‌نامه می توانید دارایی‌هایتان را بررسی کرده و در مورد پیامدهای مالیاتی تقسیم این دارایی‌ها بحث کنید و ابزارهای برنامه‌ریزی مناسب را انتخاب کنید که می تواند به کاهش مالیات برای نیازهای برنامه‌ریزی اموال شما کمک کند. با داشتن وصیت‌نامه و متولی اموال می توانید به عزیزان خود اطمینان دهید که امور شما در طول اداره اموال مطابق خواسته شما انجام می شود. استخدام وکیل. هنگام برنامه‌ریزی برای اموال و تنظیم وصیت‌نامه خود بسیار ضروری است که وکیلی داشته باشید که بتواند خواسته‌ها و نیازهای شخصی شما را به درستی تنظیم کند. وکیل و مشاور حقوقی خوب میشناسی؟ برای چه کاری میخوای؟ این سوال و جوابیه که بین هزاران فرد رد و بدل شده، چون آدما همیشه با مسائلی مواجه میشن که برای رفع اونا نیاز به یه وکیل یا مشاور دارن تا بتونن ازش راهنمایی بگیرن و یا مسائل حقوقیشون رو به دست اونا بسپارن. جالبه براتون بدونید که یه پلتفرم آنلاین به اسم فیس لاو وجود داره که شما رو دقیقاً به همون چیزی که نیازتونه میرسونه و امکانات جذابی مثل رادیو تلویزیون آنلاین، مجله تخصصی مسائل حقوقی آنلاین، اپلیکیشن و وبسایت داره که بهتون کمک میکنه تا وکیل و مشاور حقوقی مورد نظرتون رو پیدا کنید. میخواین مهاجرت کنین؟ میخواین شرکت ثبت کنین؟ تصادف کردین؟ وصیت‌نامه میخواین تنظیم کنید؟ برای خرید و فروش ملکتون نیاز به وکیل دارید؟ حتما به فیس لاو، دایرکتوری آنلاین وکلا، مشاوران حقوقی و مهاجرتی مراجعه کنید.